هیچگاه به معبود کسانی که غیر خدا را میپرستند دشنام مدهید تا آنها نیز از روی نادانی و دشمنی الله را دشنام دهند. ما اعمال هر گروهی را به چشمشان زیبا جلوه‌گر کرده ایم. سپس به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت و از عملکردشان آگاهشان خواهد کرد. با سخت‌ترین قسمها خداوند را سوگند یاد کردند که اگر معجزه‌ای برایشان بیاید حتما به آن ایمان خواهند آورد. بگو همه معجزات به دست خدا و در اختیار اوست و شما از کجا می‌دانید که اگر معجزه‌ای بیاید ایمان می‌آورند؟ نه، آنها اهل ایمان نیستند. همان گونه که در ابتدا با آن ایمان نیاوردند، این بار نیز قلبها و مراکز فهم و درک آنها و دیده‌هایشان را واژگونه می‌کنیم و آنها را در طغیان و نافرمانیشان به حال خود وامی‌گذاریم تا حیران و سرگردان بمانند. اگر فرشتگان را بر آنها نازل کنیم و مردگان با آنها سخن بگویند و هر چیزی را در برابرشان محشور کنیم، باز ایمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد. بدانید اکثرشان نادانند.